داستان امشب داستان زن و شوهری است که با هم قرار گذاشتند تا ببینند زن مکارتر است یا مرد. مطمئنم قبل از اینکه داستان به پایان برسه خوابتون برده. لطفاً در آرامش دراز بکشید. همه افکار روزانه رو از ذهنتون بیرون کنید و دل بسپارید به قصه زیبای امشب. یک زن و شوهری بودند که خیلی همدیگر را دوست می داشتند. روزی پهلوی هم نشسته بودند و از هر دری حرف می زدند تا اینکه صحبت آنها به اینجا کشید که زن مکارتر است یا مرد. زن می گفت زن مکارتر است و مرد می گفت مرد مکارتر است، تا بالاخره با هم عهد کردند که هر کدام یک مکری به کار ببرند تا ببینند کدام مکارتر هستند. زن گفت اول من مکرم را به کار میزنم و بعد تو. مرد قبول کرد. او گفت خیلی خوب و بلند شد رفت دنبال کار خودش. زن برخاست، چادر خودش رو سر کرد و یک نوکر همراهش انداخت و رفت در دکان بزازی و به بزاز گفت مخمل بیار، کرپ بیار، اطلس بیار و هرچه آوردند باز هم گفت بیارید. هرچه اونها گفتند خانم حالا شما اینها رو بخرید تا باز هم پارچه های دیگر رو بیاریم. گفت اگر نمیخواستم که نمیگفتم پاره کنید. تا بالاخره به اندازه 200-300 تومان پارچه از بزاز پاره کرد و انداخت روی شانه نوکر خود و دست کرد توی این جیب خود و توی آن جیب خود و گفت هیهات که من کیسه پولم را جا گذاشتم. من میروم و پارچه ها را هم میبرم. شما شاگردتون رو روانه کنید تا من پول رو بدم بیاره. بزاز گفت قابل شما رو نداره، ما شما رو 1000 تومان هم قبول داریم و شاگرد رو همراه خانم روانه کرد. وقتی خانم آمد توی خانه رفت توی اتاق و آمد بیرون و گفت ای داد بیداد که پول توی لابچه بوده و کلید اون رو آقا با خودش برده. برو به آقای بزاز بگو خواهش میکنم خودتون 1 ساعت از شب گذشته تشریف بیارید اینجا تا هم پولتون رو بدم و هم 1 ساعتی با هم خوش باشیم. شاگرد رفت و خانم باز چادر کرد و با نوکر خودش رفت در دکان میوه فروشی و گفت به اندازه 100 تومن میوه برای من بار بگیرید. اونها هم 100 تومن میوه برای زن بار گرفتند و دادند دست حمال و نوکر و باز خانم دست کرد توی این جیب و توی اون جیب و گفت ای داد بیداد، ای دل غافل که پول همرام نیاوردم و کیسه پولم رو توی خونه جا گذاشتم. شاگردتون بیاد دم خانه تا پول رو به اون بدم بیاره. میوه فروش هم قبول کرد و شاگرد خودش رو همراه خانم فرستاد. باز خانم رفت توی اتاق و آمد بیرون و گفت ای داد که پول توی دولاب است و کلید اون رو هم شوهرم برده. برو به استاد میوه فروش بگو امشب 2 ساعت از شب رفته خودتون بیاید تا هم پولو بهتون بدم و هم 1 ساعتی با هم خوش باشیم. همین که این یکی هم رفت فوراً خانم دوباره چادر خودش رو سر انداخت و نوکر رو هم دنبال خودش روانه کرد و رفت در دکان سقط فروش و گفت ای آقای سقط فروش،
200 تومن قند و چایی و تنباکو و شمع و صابون بده. همین که همه رو آوردند و دست نوکر دادند، باز دست کرد توی جیب خودش و همون حقه رو سوار کرد و توی خانه هم که رفت همون حیله رو به کار برد و برای 3 ساعت از شب رفته عمو سقط فروش رو دعوت کرد که بیاد و 1 ساعتی با هم خوش باشند و پول اونها رو هم بگیره و بره. دوباره وقتی شاگرد رفت، خانم چادر کرد و با نوکر راه افتاد دم دکان 1 نفر بلور فروش و همون حقه رو به کار برد و برای 4 ساعت از شب رفته با استای بلور فروش قرار گذاشت. اینها که رفتند، زن فوراً فرستاد عقب خیاط و مخمله ها رو پرده کرد و کرپ ها رو روی میز و پهن کرد و اطلس ها رو هم لباس کرد و چراغ ها و چلچراغ ها رو هم به طاق آویزون کرد و چه توی دور تاقچه ها چید و خلاصه اتاق رو خیلی قشنگ و مفصل کرد. شام هم که شد، چراغ ها رو روشن کرد و خودش رو هم 7 قلم آرایش کرد و لباس های خوشگل رو پوشید و نشست. اتفاقاً خیلی هم خوشگل بود. یک وقت دید 1 ساعت از شب رفته صدای در بلند شد. فوراً برخاست و رفت، در را باز کرد و دید آقای بزاز است. خیلی سلام و تعارف کرد و گفت بفرمایید، خیلی مشرف فرمودید. بزاز دید به به، عجب خانم قشنگی است و عجب اتاق باشکوهی. نشستند و 1 ساعتی با هم خوش بودند و صحبت‌های عاشقانه می‌کردند که یکهو ناغافل صدای در بلند شد. زن گفت ای داد که شوهرم آمد، بنا نبود به این زودی بیاید. حالا شما چه کار میکنید؟ بزاز گفت من که اینجا غریب هستم و کور، نمیدانم چه کار کنم. زن گفت بیایید بروید توی این صندوق تا من درش را ببندم. بزاز رفت توی صندوق و زن در آن را بست و دوید. در را باز کرد، دید آقای میوه فروش است. با هم آمدند و نشستند و دل دادند و قلوه گرفتند. باز سر ساعت که شد، دیدن صدای در بلند شد و زن گفت ای داد و بیداد، شوهرم آمد. حالا شما چه کار میکنید؟ بیایید بروید زیر پایه این چراغ قایم بشوید. میوه فروش جست و رفت زیر پایه چراغ پنهان شد. زن به تندی رفت و در را باز کرد و دید آقای بلور فروش است. سلام و تعارف خیلی گرم و نرمی با او کرد و با 1000 قیر و فر یارو را برد توی اتاق و نشستند. باز بعد از 1 ساعت صدای در بلند شد و زن همان حقه را به کار برد و بلور فروش که مردی محترم بود رنگ از رویش پرید. گفت حالا چه کار کنم که آبروی من نریزد؟ زن گفت بروید پشت تاپو قایم بشوید. همین که بلور فروش قایم شد، زن دوید در را باز کرد و دید آقای سقط فروش است. آمدند نشستند. ساعتی که خوش گذراندند دوباره صدای در بلند شد. زن گفت عجب مرافعی از دست این شوهرمان داریم. باز آمدنش این که بنا نبود امشب بیاید. حالا شما چه کار میکنید؟ گفت چه کار کنم؟ من راهی به جایی نمیبرم، دخیلتم، یک کاری بکن. زن گفت شما بلند شوید، بروید توی ننه بچه بخوابید. من رویتان را میاندازم و میگویم بچه خوابیده
است. سقط فروش همین کار را کرد و زن رفت در را باز کرد و دید شوهرش است. شروع کردند به حرف زدن و تمام تفضیلات را برای او گفت و دست آخر هم یواشکی به او گفت که آن یکی کجاست و آن دیگری کجاست. شوهر رفت توی اتاق، دید به به، عجب خانه ای، عجب زندگی که هیچ وقت به عمر خودش به خواب هم ندیده بود. خیلی خوشش آمد و گفت ای زن، اتاقمان را خیلی قشنگ کرده ای. فقط عیبی که دارد پایه این چراغ یک قدری بد است. اره را بیاور تا پایه را کوتاه کنم. حالا بیچاره عمو میوه فروش زیر پایه چراغ پنهان شده. نه جرأت دارد که بیرون بیاید و نه قدرت که آن زیر بماند و خودش را به دست مرگ بسپارد. هی توی دل خود میگوید یا حضرت عباس، من را از این بند بلا نجات بده. ولی دید هرچه مرد به زن خود میگوید پس چرا معطل هستی، برو اره را بیاور، نمی رود. بالاخره مرد گفت حالا که نمی روی، من با چاقوی جیبی خودم پایه این چراغ را می برم. و راستی چاقو را در آورد و بنا کرد به بریدن پایه چراغ. میوه فروش از شدت ترس داشت جان میداد. پایه چراغ را برگرداند و پا گذاشت به فرار. چراغ افتاد و لوله آن شکست. زن و شوهر که این منظره را دیدند بنا کردند به خندیدن و به هم گفتند شر این یکی که کنده شد و رفتند سراغ ننی. مرد گفت زن، امشب که وضعمان به این خوبی هست، بیا تا بچه را هم بیدار کنیم و 1 ساعتی با او بازی کنیم و خوش باشیم. زن گفت چه کار به بچه داری؟ آخر تا حالا کسی بچه را از خواب بیدار کرده؟ مرد گفت خیر، من باید امشب بچه ام را ببینم. رفت پیش ننی و روی آن را برداشت. عمو سقط فروش از روی ناچاری خودش را به خواب زد. مرد گفت عجب، زنی که بیا ببین بچه من چه ریشی در آورده است. برو تیغ دلاکی را بیاور تا ریش او را بتراشم. زن گفت ای مرد، حالا که بچه من ریش در آورده، چه لازم که آن را بتراشی؟ معلوم است که خدا خودش برای من اینطور خواسته است. چرا بچه را میخوای اذیت کنی؟ مرد گفت باشد، تو برو تیغ را بیاور. و هرچه اصرار کرد زن نرفت. او هم چاقوی خود را در آورد و بنا کرد به یک مو از ریش یارو کندن. عمو سقط فروش دیگر بی‌طاقت شد و یک جیغ محکمی زد و از توی نعنا جست بیرون و پا گذاشت به فرار و حالا فرار نکن کی فرار بکن. بلور فروش وقتی دید این مردک با یکی آنها اینطور رفتار می کند، از ترس او بادابادی گفت و از پشت تاپو در آمد و پا گذاشت به فرار. حالا نرو کی برو. بعد از آن شوهر آمد سر صندوق و رو کرد به زن و گفت کلید در این صندوق را بده ببینم. زن گفت میخواهی چه کار کنی؟ مرد گفت میخواهم دستک حسابم را در بیاورم. حالا نگو شب پیش هم جناغ شکسته بودند. وقتی زن دسته کلید را داد شوهر و بهش گفت یاد من تو را فراموش، مردک تکانی خورد و افتاد و غش کرد. زن فوراً در صندوق را باز کرد و به بزاز گفت زود باش،
الان شوهرم به هوش می آید و تو را می کشد. تو هم از من پول در بیاور نیستی. بزاز گفت هیچ چیز بهتر از جان خودم نیست و پا گذاشت به فرار و ده برو. شوهر که دروغی غش کرده بود برخاست و زن و شوهر با هم نشستند به گفتن و تجدید کردن نقل و قضایای گذشته آن شب و حالا بخند و کی بخند. زن رو کرد به شوهر و گفت حالا جان من بگو مکر زن زیادتر است یا مکر مرد؟ شوهر او خندید و گفت به حضرت عباس مکر زن. من دیگر با این صورت چه مکری میتوانم به کار ببرم که از تو بالاتر باشد؟